حضرت بعد همه اعتقاد های طرف های مدکی میگن که همین گوشت همین گوسفند قربانی تا 3 روز نمونه و بعد همین را استخواناش تیز تای خوک کنن مثلا سگ پگنتن همین خیلی حقیقت هست. نه استخواناش هیچ گپ نداره. خیلی که همین گوسفند عادی رو میکشن همون خیلی معده کردن گیرن، یعنی به مردم مناسب باشد، کدامش مناسب باشد همون کار کردن گیرن، یعنی معده کردن مناسب باشه معده کنن و استخوان گور کردن شرط نه. همون استخوان مردم به کجا استفاده میکرده باشن همین خیلی استفاده کنن. حالا مثال بعضی تاجرها رو در زندان واخوردیم که تجارتی چی داشته است، استخوانها رو جمع میکرده است و یک اپارات آورده است استخوانها رو معده کرده چی میکرده است، یعنی به دان مرغ میکرده است. یعنی استخوان میپرتافتگی چیز نیست، در بینش روغن، حتی روغناش جدا میکردین، روغناش فیلتر کرده در بازار میفروختین، استخوانهاش به مرغ میدادین. یعنی استخوانها میپرتافتگی چیز نیست، گور میکردگی چیز نیست. اگر تا خوب استفاده برید آخر همین پرتاوهای آدما پول کرد زدین در دیگر کشورها. خب اما مسئله 3 روز خوردن، بله این در یک حدیث آمدگی است، لیکن در صحیح بخاری است. لیکن 1 سال قحطی آمد، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه 3 روز همین قربانیاتون خوریتون، لیکن باقی مونده شد به همون فلان محله که مثلا زلزله شد یا آبخیزی شد، مردم هیچی ندارد، همه پول و مالاشون زیر آب شد یا زیر خاک شد، به هیچی موندن. مردم امر کردن که 3 روز از قربانیتون خورید و باقی مونده شد برده به همون بیچاره ها دهتان گفتن. این فقط 1 سال، همون سال شد، دیگه سالها با حالتی خودش رو برگشت. خورید، ذخیره کنید، صدقه کنید، یعنی قربانی خودتان خورید، برای مردم هم خیر کنید، صدقه کنید، به یار و دوستا کم بغل به یار و دوستا هدیه کنید، 1 کیلو 2 کیلو 10 کیلو 5 کیلو به قدر امکاناتتان، باقی موندهش ذخیره کنید. اون 1 سال بود فقط، فهمیدید؟ 3 روز خوردن و ذخیره کردن فقط 1 سال، خلاص 1 بار شد در حالتشان، در حیاتشان. یعنی که راهبری دولت مردم یک شهر به بلا آمد، این یک نوعی تأمین آنها بود. ببینید اگر مثلا یک ناحیه اگر به زمین جنبی گرفتار شد، بی خانه در موندن، اگر تمام ناحیه های شهرهای گوییم که قربانیت آورده به همین ها گوییم، اگر اینها شاید گوشتاشون به نیم سال یا 1 سال رسد، هر یک خاندان به میگیرن گوشتای پخته میمونن در روغن میخورن سال دراز. یعنی زندگی یک آدمی، یک طایفه معینی مردمه به قدری معین چو کردیم، بوت کردیم، شکماشون رو سیر کردیم. یعنی این یک حالتی ضرورت بود اینه کردن، لیکن با سال آینده به اصل خودش برگشت. آدما کم فهم هست، میبینید همین کتابو در کتاب ببینید میبینن و پیامبر صلی الله علیه و آله از 3 روز زیاد خوردنش من کردن، تمام 3 روز میخوریم باقی موندهش باید خیر کنیم. نه، او فقط 1 بار بود. فهمیدید برادر؟ ما اینه در شرح صحیح بخاری شرح دادگی هستیم. بارک الله، بارک الله.